1. مرور با فاصله. به جای اینکه همه چی رو یه جا بخونی، مطالعه و مرور رو در بازه‌های زمانی مختلف پخش کن. این کار باعث میشه مغز فرصت تثبیت مطالب رو پیدا کنه و فراموشی به حد اقل برسه. 2. یادآوری فعال. به جای صرفاً دوباره خوندن، سعی کن مطالب رو از حافظت بیرون بکشی. مثلا از خودت سوال بپرس، کارت فلش درست کن یا بدون نگاه کردن به کتاب نکات اصلی رو بنویس. 3. تکنیک فاینمن. وقتی چیزی رو یاد گرفتی، اون رو طوری توضیح بده که انگار برای یه بچه 10 ساله توضیح میدی. این روش ضعف‌ها و بخش‌های نامفهوم رو سریع نشون میده و باعث میشه عمیق‌تر بفهمی. 4. تمرین ترکیبی. به جای اینکه یه موضوع رو ساعت‌ها پشت سر هم بخونی، چند موضوع متفاوت رو در یه جلسه مطالعه ترکیب کن. این روش باعث میشه مغز در تشخیص و استفاده از مفاهیم قوی‌تر عمل کنه. 5. استفاده از متن و تصویر با هم. اگه در کنار متن از نمودار، جدول یا تصویر استفاده کنی، مغز اطلاعات رو از دو مسیر دریافت میکنه و یادگیری ماندگارتر میشه. 6. تکنیک پومودورو. زمان مطالعه رو به بخش‌های 25 دقیقه‌ای تقسیم کن و بین هر بخش 5 دقیقه استراحت بده. این کار تمرکز رو بالا میبره و از خستگی ذهنی جلوگیری میکنه. 7. سوالسازی و توضیح دادن چرا. وقتی مطلبی رو میخونی، از خودت بپرس چرا اینطور هست یا چطور کار میکنه. همین پرسیدن باعث میشه یادگیری عمیق‌تر بشه. 8. یادداشت‌برداری مؤثر، روش کورنل. در این روش صفحه رو به 3 بخش تقسیم می‌کنی: یادداشت‌ها، کلیدواژه‌ها و خلاصه. این مدل یادداشت‌برداری باعث میشه مرور کردن راحت‌تر و یادگیری ماندگارتر بشه. 9. خواب کافی و استراحت ذهنی. مغز در زمان خواب اطلاعات جدید رو تثبیت می‌کنه. پس بیخوابی عملاً باعث میشه بخش زیادی از مطالبی که خوندی از بین بره. استراحت‌های کوتاه بین مطالعه هم ضروری هست. خوشحال شدم که تا اینجا همراه هم بودی. میتونی بگی ویدیوی بعدی در مورد چه موضوعی باشه؟ بدرود.